وقتی از جنگ سرد حرف میزنیم معمولا یاد آمریکا و شوروی میافتیم، یاد جاسوس بازی‌ها و دیوار برلین میافتیم، یاد تهدیدات هسته‌ای و بحران موشکی کوبا میافتیم. اما پشت پرده این رقابت‌های جهانی مردانی بودند که نقشه‌های اصلی رو می‌کشیدن، ائتلاف‌ها رو شکل می‌دادن و سرنوشت کشورها رو از پشت درهای بسته تعیین می‌کردن. و یکی از تاثیرگذارترین این چهره‌ها کسی بود که اتفاقاً کمتر ازش میشنویم، اما نقش اول خیلی از تصمیمات مهم این دوران رو داشت: جان فاستر دالاس. من علی اسفندیارپور هستم و توی این ویدیو قراره یه گذری داشته باشیم روی زندگی، تفکرات و تأثیرات عمیق این وزیر خارجه جنجالی آمریکا که دنیا رو نه فقط همونطور که بود، بلکه همونطور که فکر میکرد باید باشه تغییر داد. جان فاستر دالاس وزیر خارجه آمریکا توی دوران آیزنهاور بود. کسی که وقتی اسمش میاد کمتر کسی یاد یک دیپلمات ملایم و خوش برخورد میفته. دالاس بیشتر شبیه یک استراتژیست سرسخت بود تا سیاستمدار اهل تعامل. یک آدم جدی، خشک و تا حد زیادی بی‌انعطاف که مهارت‌های اجتماعی چندان قوی نداشت، اما با همین شخصیت سختگیر و رویکرد تهاجمی تونست یکی از تاثیرگذارترین مهره‌های سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد باشه. برادرش آلن دالاس هم اولین رئیس CIA بود و به طور مستقیم و غیر مستقیم توی مسائل مهمی توی سرتاسر جهان حضور داشتن، مثل اتفاقاتی که توی ایران، گواتمالا و ویتنام رخ داد که توی ادامه ویدیو درباره‌شون صحبت می‌کنیم. به راحتی میشه دید که تصویری که از دالاس باقی مونده تصویر یک شخص جنگ طلبه، کسی که با تهدید به پرتاب سلاح هسته‌ای راحت‌تر بود تا با روش‌های دیپلماتیک. اما امروز قصد داریم سیاست‌های دالاس رو بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً اون یک سیاستمدار جنگ طلب بوده یا سیاستمدار دقیق و چند بعدی. دالاس توی 25 فوریه 1888 توی واشنگتن دی سی متولد شد. پدرش کشیش پروتستان بود و از خانواده‌ای با پیشینه سیاسی قابل توجهی می اومد. پدر بزرگش جان واتسون فاستر یه زمانی وزیر امور خارجه آمریکا بود و داییش رابرت لنسینگ هم توی دوران ریاست جمهوری وودرو ویلسون ریاست وزارت امور خارجه رو به عهده داشت. استیون کینزر نویسنده و تحلیلگر سیاسی میگه توی سالهای شکلگیری شخصیت دالاس 3 عامل عمده روی دیدگاه و شخصیتش تاثیر داشتن. اولیش باور به استثنایی بودن آمریکا بود. این ایده که ایالات متحده حق داره از طریق مداخله توی امور بقیه کشورها نفوذ خودش رو گسترش بده و این دیدگاه رو از پدر بزرگ و داییش یاد گرفته بود. دومی دیدگاهی بود که از افکار کالوینیستی پدرش یاد گرفته بود و باعث میشد دنیا رو فقط به شکل سیاه و سفید ببینه، خیر در برابر شر، که بعدها این تفکرش به شکل کاپیتالیسم در برابر سوسیالیسم نمود پیدا کرد و در نهایت اهمیت همکاری دولت آمریکا با شرکت‌های خصوصی برای گسترش منافع مشترکشون در خارج از مرزهای ملی. این تأثیر سوم برمیگرده به زمانی که دالاس توی شرکت حقوقی سالیوان و کرامول مشغول به کار بود، شرکتی که تخصصش توی لابیگری برای شرکت‌های بزرگ تجاری توی کنگره و کابینه آمریکا بود. اما درباره این شرکت هم بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم. دالاس از سن کم وارد میدان سیاست بین‌المللی شد. سال 1919 توی کنفرانس صلح پاریس به عنوان عضو کمیسیون غرامت و شورای اقتصادی حضور داشت. همون جایی که آینده اروپا رو بعد از جنگ جهانی اول رقم می‌زد. جالبه که اون موقع دالاس با فشار آوردن بیش از حد به آلمان مخالف بود و معتقد بود تحریم‌های سنگین و متهم کردن کامل آلمان به تنهایی فقط زمینه‌های یک بحران بزرگتر رو فراهم می‌کنه. حرفی که اون زمان خیلی جدی گرفته نشد، اما بعد از چند دهه با قدرت گرفتن نازی‌ها و شروع جنگ جهانی دوم معلوم شد که هشدارش بیراه هم نبوده. با شروع جنگ جهانی دوم دالاس دوباره وارد صحنه شد، اما این دفعه نه به عنوان دیپلمات بلکه در نقش یک وکیل توی هیئت تجارت جنگی. بعد از جنگ هم وارد حوزه وکالت خصوصی شد، اما از سیاست فاصله نگرفت. سال 1949 به عنوان سناتور نیویورک انتخاب شد و همین موقعیت بهش فرصت داد تا از سال 1950 تا پایان 1952 به طور غیررسمی و پشت پرده با وزارت خارجه همکاری کنه. حرکتی که کم کم دالاس رو به یکی از مهرهای کلیدی سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرد و ورود اصلی جان فاستر دالاس به عرصه بین‌المللی سال 1954 رقم خورد، زمانی که آیزنهاور اونو به عنوان وزیر امور خارجه خودش منصوب کرد. دالاس دوستی نزدیکی با آیزنهاور برقرار کرده بود و این دوستی بهش دسترسی مستقیم و بی‌سابقه‌ای به رئیس جمهور میداد. در کنار این دوستی نزدیک با رئیس جمهور از همکاری تنگاتنگی با CIA هم بهره مند بود، چون توی همون زمان CIA به دست برادرش اداره میشد. سیاست خارجیش هم فقط توی یه چیز خلاصه میشد: اینکه صلح جهانی
جهانی فقط و فقط از طریق مهار کردن کمونیست به دست میاد. این سیاست به دالاس و آیزنهاور یه موقعیت ویژه داد. از یک طرف میتونستن با کشورهای همپیمان قراردادهای امنیتی ببندن و شبکه‌ای از متحدین جهانی بسازن و از طرف دیگه بدون اینکه خرج سنگینی روی دست ارتش بذارن تعداد نیروهای نظامی و تولید تسلیحات معمولی رو کاهش بدن، چون اون منابع مستقیم هدایت میشدن به سمت ساخت و توسعه سلاح‌های هسته‌ای، یعنی هم قدرت نظامی بالا رفت هم بازدارندگی. این استراتژی بعداً به عنوان دکترین آیزنهاور شناخته شد، مسیری که آمریکا رو وارد یک معادله جدیدی از موازنه قدرت جهانی کرد. دالاس در طول دوران مسئولیتش با بعضی از بزرگترین بحران‌های بین‌المللی دهه 1950 مواجه شد. گاهن حتی مستقیم توشون نقش داشت. از جمله کودتاهای گواتمالا و ایران، تشدید درگیری توی منطقه هندوچین، انقلاب مجارستان و البته بحران سوئز که توی ویدیوهای قبلی راجع بهش صحبت کردیم. بعد از پایان بحران سوئز هم بیماری سرطان پیشرفته روده بزرگ توی دالاس تشخیص داده شد. ولی با وجود وخامت وضعیت جسمیش، دالاس برای 3 سال دیگه هم توی سمت خودش باقی موند تا اینکه توی آوریل 1959 استعفا داد و فقط چند هفته بعد توی 24 می 1959 درگذشت. این خلاصه‌ای که درباره زندگیش گفتیم و میشد حتی پشت یه پاکت پفک هم نوشت، اما جان فاستر دالاس بیشتر از این خلاصه کوتاهه. پس بیاین توی ماجرا عمیق‌تر شیم. یادتون هست از شرکت حقوقی سالیوان و کرامبل صحبت کردیم؟ توی نیمه اول قرن 20 اولین کارفرماهای جان فاستر دالاس صاحب بیش از 170 میلیون دلار سرمایه توی کوبا بودن. توی فوریه 1917 زمانی که شورشی‌های لیبرال با دولت رئیس جمهور محافظه‌کار کوبا یعنی منوکال وارد درگیری شدن، کنترل یه سری مناطق رو توی کشور به دست گرفتن. این اتفاق تهدید بزرگی برای مزارع نیشکر آمریکا توی کوبا بود و براشون این نگرانی وجود داشت که اگر شورشی‌ها قدرت رو توی هاوانا به دست بگیرن، بخش خیلی بیشتری از سرمایه‌های آمریکا توی این جزیره به خطر میفته. اینجا بود که با شرکت سالیوان و کرامبل تماس گرفتن و اونا هم پرونده رو سپردن به جان فاستر دالاس جوان. دالاس هم میره به دیدار داییش رابرت لنسینگ که وزیر امور خارجه بوده و از اون درخواست مداخله قاطع برای حمایت از دولت منوکال رو میکنه. دایجان هم با این درخواست موافقت میکنه و یک گروه از سربازای آمریکایی رو به کوبا میفرسته تا از مزارع نیشکر محافظت کنن و در کنارش هم دولت منوکال رو حمایت کنن. حالا بیاین بریم چند دهه جلوتر، به دورانی که دالاس دیگه خودش وزیر امور خارجه شده بود. احتمالاً اکثر ایرانی‌ها با کودتای مورد حمایت آمریکا و بریتانیا علیه دکتر مصدق توی مرداد 1332 آشنایی دارن. این اولین حضور جدی دالاس توی مداخله‌گری توی امور داخلی یک کشور دیگه بود. اون و آیزنهاور معتقد بودن که برنامه‌های مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ایران برای قدرت آمریکا توی منطقه تهدید حساب میشه و شاید حتی راه رو برای نفوذ کمونیسم به منطقه باز کنه. اما به گفته استیون کینزر، دالاس اینجا یه فرصت تاریخی رو برای افزایش نفوذ آمریکا توی ایران از دست داد. ایدئولوژی مصدق ذاتاً ضد استعماری بود و دولت ایالات متحده میتونست به راحتی خودش رو به عنوان متحد اصلی و بزرگ دشمن استعمار به ایران نزدیک کنه. اما خب ماجرا اونطوری که میشد پیش نرفت. حالا از ایران بریم اون طرف کره زمین. توی گواتمالا هم دالاس نقش اصلی رو توی یکی دیگه از کودتاهای مهم ایفا کرد. این دفعه با هدف سرنگونی دولت قانونی گواتمالا تحت رهبری هاکوبا آربنز که ماه مارس 1951 به ریاست جمهوری گواتمالا انتخاب شده بود، یکی از اصلی ترین سیاست‌هاش رو به اصلاحات ارضی اختصاص داده بود. این اصلاحات نه تنها به نفع مردم بومی گواتمالا بود، بلکه به طور چشمگیری به بهبود شرایط اقتصادیشون و خارج شدنشون از فقر هم کمک میکرد. اما این سیاست برای شرکت‌های آمریکایی مثل یونایتد فروت مشکلاتی ایجاد میکرد، چرا که به ضرر منافعشون بود. این تغییرات واشنگتن رو نگران کرد و باعث شد که باور کنن گواتمالا در حال حرکت به سمت گرایش‌های چپ هست. در نتیجه اواخر سال 1954 رئیس جمهور آیزنهاور از رئیس CIA آلن دالاس درخواست کرد تا برای عملیاتی به اسم عملیات موفقیت آماده بشن. این عملیات که به یک شورش نظامی علیه آربنز تبدیل شد، با حمایت آمریکا و به رهبری سرهنگ کاستیو آرماس پیش رفت. حالا تنها چیزی که برادران دالاس نیاز داشتن یک بهانه برای جنگ بود که اونو هم آوریل 1954 زمانی که آربنز با چکسلواکی برای خرید تسلیحات ساخت شوروی توافق کرد به دست آوردن. برای آمریکا واضح بود که اینجا کمونیسم در حال نفوذ هست. پس عملیات موفقیت شروع شد. قبلا توی ویدیوی کودتای موز درباره کودتای گواتمالا صحبت کردیم، پس فقط چند تا نکته جالب رو اینجا اضافه میکنم.
این مداخله یک عملیات سری و مخفیانه نبود که به دست CIA انجام شده باشه. این عملیات به طور کامل به دست کنگره آمریکا سال 1954 تصویب شد. شرکت سالیوان و کرامول هم همون شرکتی بود که به یونایتد فروت کمک کرده بود تا قراردادهای خودش رو با رئیس جمهور قبلی گواتمالا یعنی خورخه اوبیکو توی سال 1936 تنظیم کنه و همچنین آلن دالاس برادر جان فاستر دالاس و رئیس CIA عضو هیئت مدیره یونایتد فروت بود. این داستانا همیشه نکات جالبی دارن، مخصوصا وقتی به روابط پشت پرده و منافع اقتصادی نگاه میکنیم. حالا گواتمالا و ایران معمولاً به عنوان کشورهای خط مقدم جنگ سرد توی دهه 50 شناخته نمی‌شدن. اما جان فاستر دالاس به اینکه کشورها توی درگیری بین غرب و شرق بی‌طرف باشن هیچ اعتقادی نداشت. به نظر اون کشورهایی که اعلام بی‌طرفی می‌کردن صرفاً به شکل مخفیانه متحدین شوروی بودن و ایالات متحده وظیفه داشت توی این کشورها مداخله کنه تا از گسترش کمونیسم و مداخلات شوروی جلوگیری کنه. سیاست کلیدی دالاس برای مهار نفوذ شوروی توی ژانویه 1954 و طی سخنرانی که توی شورای روابط خارجی آمریکا کرد معرفی شد. این سیاست به ماسیو ریتالییشن معروف شد. ماسیو ریتالییشن تهدیدی بود به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در برابر هر اقدام تهاجمی که از سمت شوروی یا متحدینش بود. ایده اصلی این بود که تهدید به نابودی هسته‌ای جلوی شوروی را از انجام اقدامات تهاجمی علیه ایالات متحده و متحدانش میگیره. در واقع با تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای آمریکا می‌خواست به شوروی و دنیا نشون بده که به هر قیمتی شده از گسترش کمونیسم در جهان جلوگیری می‌کنه. اما البته که ماسیو ریتالییشن هیچ وقت به طور واقعی پیاده‌سازی نشد. اما توی یک مورد جان فاستر دالاس به طور جدی نزدیک بود که اونو به اجرا در بیاره. در حین محاصره دین بیان فو. دین بیان فو یک نبرد سرنوشت ساز توی جنگ اول هندوچین بود که از 13 مارس تا 7 می 1954 ادامه داشت. این نبرد درگیری نهایی بین نیروهای فرانسوی و نیروهای ملیگرای ویتنام بود که در نهایت به شکست فرانسه ختم شد و پایان استعمار فرانسه رو توی منطقه هندوچین رقم زد و اتفاقی بود که راه رو برای شروع جنگ ویتنام هموار کرد. ستاد ارتش ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده بود تا یک عملیات هوایی گسترده برای حمایت از فرانسه انجام بده. جان فاستر دالاس به شدت از این طرح حمایت می‌کرد، اما اعتقاد داشت که 98 تا بمب افکن و 450 جت جنگی کافی نیست و پیشنهاد انداختن بمب‌های اتمی رو روی نیروهای ویتنامی مطرح کرد. اما با این حال ستاد مشترک و رئیس جمهور آیزنهاور با ایده استفاده از بمب‌های هسته‌ای مخالف بودند و در نهایت این عملیات رو وتو کردند. اما الان یه چند تا مثال هم میزنیم که نشون میده راه حل جان فاستر دالاس برای حل همه مشکلات جنگ و استفاده از بمب هسته‌ای نبوده. توی دوران مشاورش در وزارت خارجه دالاس به شدت از طرح شومن حمایت کرد. طرح شومن در واقع پیشنهادی بود که توی سال 1950 توسط رابرت شومن وزیر امور خارجه فرانسه ارائه شد. شومن توی این طرح پیشنهاد میکرد که تولید زغالسنگ و فولاد فرانسه و آلمان غربی تحت نظارت یک نهاد مشترک قرار بگیره که بقیه کشورهای اروپایی هم بتونن به اون بپیوندن. این طرح پایه‌گذار چیزی بود که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد و چه اینو قبول داشته باشیم چه نه، این اتحادیه تضمینی برای صلح توی غرب اروپا بود و دالاس به وضوح این موضوع رو درک کرده بود. یه مثال دیگه هم اینه که دالاس مسئول رهبری مذاکرات برای توافق صلح با ژاپن هم شد که سپتامبر 1951 توی سان فرانسیسکو امضا شد. این توافق به طور رسمی به جنگ جهانی دوم بین ژاپن و متفقین پایان داد و در طی اون نیروهای متفقین هم اشغال ژاپن رو تموم کردن. بعد از این ماجرا بیان بریم سراغ سال 1956، سالی که با دو تا بحران بزرگ همراه بود: بحران سوئز و بحران مجارستان. تو یکی از ویدیوهای قبلی گفتیم که بحران سوئز زمانی شروع شد که رئیس جمهور مصر جمال عبدالناصر اعلام کرد که کانال سوئز رو ملی میکنه. توی سپتامبر همون سال دالاس که وزیر امور خارجه بود سعی کرد یه راه حل مسالمت آمیز برای این بحران پیدا کنه و میخواست از هر گونه دخالت شوروی هم جلوگیری بشه و حتی بعد از اینکه فرانسه و بریتانیا به کمک اسرائیل به مصر حمله کردن باز هم از دخالت‌های نظامی آمریکا جلوگیری کرد. واکنش نهایی دالاس هم این بود که بریتانیا و فرانسه رو تحت فشار قرار بده تا آتش‌بس تحت نظارت سازمان ملل رو قبول کنن. داستان کاملش رو توی همون ویدیو گفتیم، برای همین دیگه بیشتر از این وارد ماجرا نمیشیم. دیگه کم کم وقتشه که ویدیو رو جمع کنیم. حالا که بیشتر با شخصیت و تأثیرات جان فاستر دالاس در دوران جنگ سرد آشنا شدیم، بهتر میفهمیم که چقدر آدم مهمی بوده. سیاست‌های دالاس گاهی اوقات تهاجمی و قاطع بود، اما به طور همزمان توانایی خارق‌العاده‌ای توی پیشبرد مسائل به صورت دیپلماتیک و درک درست از وضعیت جهانی داشت. شاید خیلی‌ها دالاس رو به خاطر تمایلات جنگ طلبانش بشناسن، ولی در کنار اینها اون پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک رو هم به خوبی میفهمید و تلاش میکرد تا مداخلاتش رو با دیپلماسی متعادل کنه.
میکنه. در نهایت میراثی که از خودش به جا گذاشت ترکیبی از دستاوردهای استراتژیک و پیامدهای منفی بلند مدت بود که همچنان آثارش توی سیاست جهانی مشهود است. ممنونم که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. من علی اسفندیارپور هستم و اینجا گذره، جایی که سعی میکنیم روی اتفاقات بزرگ، جالب یا عجیبی که توی دنیا رخ داده صحبت کنیم و درباره‌شون یک مقدار اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه.